بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه ای از تفکیک میان دیانت و معاشرت در سیره عملی عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه. این بزرگوار در کنار همه امتیازات علمی و عملی به موضع‌گیری شفاف عقیدتی نیز شهرت دارند. صراحت ایشان در بیان حق و مساهله و مسامحه نداشتن در امر دین از مشخصات ایشان است. این شفافیت و پوستکندگی به حدی است که اولاً خود این بزرگوار در مواضع متعدد به طور صراحت متذکر می‌شوند که دروس و مواعظ ایشان مغز و هسته مطلب است و ثانیاً در مواردی و مواضعی بیانی غیر از بیان بزرگان پیشین دارند و می‌فرمایند که آنچه بزرگان پیشین در مسئله خاص بیان فرموده اند بیان مداراتی بوده است. یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان در همین راستا تعصب بر حق و خطکشی‌های عقیدتی در اختلافات دینی است. همان گونه که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دستور فرموده اند ان کنتم لا محالة متعصبین فتعصبوا لنصرة الحق و اغاثة الملهوف. از همین جهت است که ایشان در عمل مقابل هر گونه انحراف عقیدتی ایستادگی کردند. اما برخورد مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه برخورد مکانیکی و خشکی نبود، بلکه برخوردی داینامیکی و پخته بود که شرایط مختلفی در آن لحاظ می‌گردید. مثلا در جریان برخورد با موضوع لزوم وحدت ناطق شیعی از همان ابتدا موضع شدیدی اتخاذ نفرمودند. بیش از 1 سال صبر کردند و نظر حق را توضیح دادند. پس از ملاحظه ابرام‌ها و اصرارها مواضع درست و درشت خود را علنی بیان فرمودند. همچنین پس از ابطال لزوم وحدت ناطق شیعی روزی یکی از طرفداران این نظر به همدان آمد و خدمت مرحوم آقای شریف طباطبایی شرفیاب شد. ایشان به عنوان میزبان نهایت احترام را از او منظور می داشتند و این احترامات در چند روزی که میهمان حضور داشت تکرار می شد. این احترامات موجب شگفتی و حتی اعتراض برخی شد. این بزرگوار با دیدن این تعجب و اعتراض بیان فرمودند که رفقای ما خیلی ضعیفند. میگویند تو چرا اینقدر احترام از او نگاه می‌داری؟ حالا که وارد بر من شده است، من باید کمال احترام را از او داشته باشم. احترام بکنم، مقدمش بدارم. آیا اگر امام جمعه سنی ها بیاید وارد بر من بشود، از او احترام نمی کنم؟ خیلی تواضع و تکریمش می کنم. بالایش می نشانم، بسا مقدمش می دارم. کشیش ارمنی بیاید بر من وارد بشود، البته احترامش می کنم. بنا نیست که مهمان وارد بشود، هر جور می خواهد باشد. انسان فحشش بدهد. آخر قدری نظر را وسعت بدهید. نمونه دیگر شخصی است به نام میرزا نجف علی خان ابن حسن علی خان که به مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه ارادت دارد و در 2 رساله از مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه دفاع کرده است. نخست رساله است با نام مطالع الاشراق فی مسئله رکن رابع که تحقیق مسئله رکن رابع را به تفصیل آورده و بیان کرده که رکن رابع حق است. دیگری رساله ازهاق الباطل که در دفاع از ایشان برابر بعضی شاهزادگان تهران نگاشته که در 9 ربیع الاول سال 1277 قمری تألیف کرده و همان زمان چاپ شده است. نکته عجیب این است که این شخص کتابی هم در نقد بعضی مطالب مرحوم آقای کرمانی دارد. نام این کتاب الکشکول یا الشهاب الثاقب است و موضوع آن نقد برخی مطالب مرحوم آقای کرمانی در موضوع سلسله طولیه است.
آنچه شایان توجه است این که عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه به میرزا نجف علی خان التفات و نظر لطف داشتند و وقتی در سفر حج به استانبول رسیده اند این شخص به استقبال و ملاقات آمده و بر عزت و حرمت همی افزوده. مرحوم آقای شریف طباطبایی نیز در کتاب مبارک اجتناب از کتاب این شخص نام میبرند و تمجید میفرمایند. ایشان در پاسخ بعضی اعتراضات به کتاب میرزا نجف علی خان ارجاع داده و میفرمایند صاحب کتاب میزان الموازین که عالم ماهری است و از هر جا با خبر، کتاب با ثواب در جواب آن چاپ بی معنی بی اصل نوشته و براءت استحلال آن را قل یا ایها الکافرون تا به آخر آن قرار داده. کتاب میزان الموازین فی امر الدین کتابی است که ظاهراً در رد کتاب میزان الحق کارل فندر آلمانی تألیف شده است. آنچه در نظر بود رویکرد و برخورد مرحوم آقای شریف طباطبایی است با میرزا نجف علی خان تبریزی به مثابه عالمی فاضل و ادیب که آثاری در دفاع از رکن رابع نگاشته. اگرچه در زمان حیات مرحوم آقای کرمانی هم در نقد بعضی مباحث ایشان رساله‌ای نوشته است، اما معلوم نیست بعدها از نظر خود برگشته یا خیر. بخشی از تاریخ مکتب بررسی سیره مشایخ عظام و توجه به ظرافت رفتاری آنان است. انسان پس از غور در رفتار ایشان با خطکش اعتدال و بدور از افراط و تفریط روش‌های سلوکی خود را اصلاح می‌کند و در عملکرد خود به سیره و سلوک بزرگان نیز نگران است. به فرموده استاد ما حفظه الله میان دیانت و معاشرت و امور دنیوی فرق است. مدارا مربوط به امور دنیوی است. اگر نه رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان به حضرت اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستند. انسان دچار معاشرت و مجالست با انواع مردم می شود و اگر بخواهد معاشر باشد باید اهل مدارا باشد.